توی عرضه و تقاضا پایه‌ای از روند قیمت گذاری وجود داره. ارزش یک کنترل، ارزش یک کالا، ارزش ماشین، خونه، نمیدونم حتی طلا، سکه، همه این چیزایی که تو زندگی ما مردم هست به میزان خواسته شدنشه. یه مثال آدم میزادیش و عاطفیش اینجوریه که دیدی میگن یه نفر خاطرخواه زیاد داره، ارزشش بالاست دیگه. کسی که خاطرخواه زیاد داره یا اصلا کسی که مشهوره، یه بازیگر معروف و مشهور تصور کن، اون هر فیلمی رو بازی نمیکنه، با هر رقمی بازی نمیکنه. چرا؟ چون خیلی ازش تقاضا میکنن. حالا سود کجاست؟ سود اونجایی که تو بتونی تشخیص بدی آیا یه چیزی قراره خاطرخواه داشته باشه یا نه. از همین الانی که داری بهش فکر میکنی تا یک بازه زمانی مشخص. مثلا بیا بگی که من میدونم که خودرو تو کشورم داره گرون میشه، از اون ور یه پولی دارم، یه دارایی رو تحت عنوان پول دارم، اسکناس. چون میدونم خودرو قراره متقاضی زیاد داشته باشه، این همه جوونن یا این همه آدمن که نیاز به وسیله نقلیه دارن و این قراره به خاطر این قضیه گرون شه، از اون ورم ارزش محدوده، یعنی کمتر عرضه میشه نسبت به این همه آدمی که میخوان، پس قراره گرون شه. من برم چیکار کنم؟ همین الان برم خودرو بخرم. اینجا منی که خودرو میخرم از موجی که ایجاد میشه برای بالا پایین شدن قیمت اون خودرو دارم استفاده میکنم. این میشه سود کردن. ببین اونجایی مشکل سازه که نمیفهمیم تقاضا کجاست دیگه. این همه آیتم هست، بورس هست، مسکن هست، خودرو هست، دلار هست، طلا هست. الان که دیگه نقره هم یک عالمه داره راجبش صحبت میشه، پلاتین باز حتی قبل از طلا داره راجبش صحبت میشه. آیتم ها زیاده. خب بخوایم هم تو همشون متخصص باشیم که نمیشه یا ازش عقب میمونیم. اینجا چجوری این باگ این وسط چجوری باید حلش کنیم؟ ببین تو داری وارد مفهوم بعدی، یعنی مفهوم بازار میشی. بازار همون محل تبادل بین افراد، یه چیزی بدم یه چیزی بگیرم و این حرفا. من اونو به طور کامل به توضیح میدم که بازار کجاش خوبه کجاش بده، چجوری بفهمیم مثلا چی توش سود داره و نداره.